بله میشه اختراع گفت، نوآوری میشه گفت. ژاپنیا میدونید که ماشاءالله تو هر کاری فقط یعنی انگار که به دنیا اومدن که نوآوری رو کنن و خلاقیت به کار ببرن. خب ما هممون برای ماشینمون این سیستم های نویگیشن رو داریم که میزنیم راهنماییمون میکنه، یا آلارمی احتمالاً تو ماشین هستش که اگر مثلا در ماشین واسه دزد بخواد بزنتش سود بزنه فلان. حالا بیایم ببینیم که ژاپنیا اومدن یه دونه همراه برای شما درست کردن. یعنی شما با نصب 4 تا دوربین در ماشینتون وقتی دکمه میزنین و روشن میکنین در حقیقت دستگاه رو، یه آدم کنار شما میاد. بریم من رو خود فیلم براتون توضیح میدم، صدای منم باز بزنین که من توضیح بدم. خب البته میتونید برید تو سایتش همین رو ببینید که براتون قشنگ توی خود سایت یعنی میفروشن این دستگاه، چیز ایدئال و بعدم میاد و این حرفا نیستش. این یک سیستمیه که یک سیستم مرکزی داره که بالا سرتون نصب میشه و 3 تا دوربین هم علاوه بر خود اون دستگاه که دوربین هم داره در ماشینتون نصب میشه. با وصل کردن در حقیقت دستگاه یک همراه برای شما میاد که میتونین جنسیتش رو عوض کنین، یا زن بذارین یا مرد. صدا رو یه ذره به منم بدین من بشنوم فقط لطفا دوستان. خب حالا فیچرهای مختلفش رو نشون میده که چی کار میکنه. خب میتونه این دستگاه به نویگیشن شما یا جی پی استون نصب کانکت بشه در حقیقت و جایی رو که میخواین برین دیگه این خانوم یا آقا شما رو راهنمایی میکنه. بله مستقیم برید، دست چپ بپیشید دست راست بپیشید و اینا به درد چیزم میخوره، این کارپولام میخوره که 2 نفر جریمه نشین. خب این مثلا یه موقعی هستش که شما دارین رانندگی میکنیم خسته اید، خوابالوید و خوابتون میگیره، یه سنسوری اون بالا گذاشتن که سرتون اگه از اون خط رد بشه بلافاصله این خانم دوست همراهتون شروع میکنه در صدا میکنه آی داد و هوار، آقا پشت خوابت داره میبره و شما رو از مرگ حتمی نجات میده. تو این سایت دی کانکت برید همه اینا رو براتون نشون میده، میتونید حتی خریدش هم بکنید. خب این میتونین از این همراه برای پارک کردن ماشین هم استفاده بکنین. اولا که جای پارک رو براتون پیدا میکنه، میگه برین اونجا جای پارک هستش و بعدم بهتون میگه چیکار کنید. نشون میده که میتونین شما فاصلت رو با ماشین بچه مثلا میگه الان ببین گوش بدین، میگه برو وایسا، حالا بیا پیش دست راست، حالا دوباره فرمون رو پیش دست چپ، پارک کردی بفرمایید. یه خاصیت دیگه هم داره، اگر ماشین پیاده شدین رفتی یه ماشین دیگه اومد داشت میخورد بهتون بوق هم میکنه. تازه این خانم هم به صورت هولوگرام میبینینش کنارتون ها، خیلی هم به نظر طبیعی میاد برای اینکه تو بخش بعدی که برای دزدی ماشینه حالا نشونتون میدم که ببینید چقدر اینجا تصادف میکنه توی کشور دیگه، آقا به یه زبون مثلا آرژانتینی صحبت میکنه، شما نمیدونید چی میگه، بوری میزنینش. به اون زبون با زبان همون کشور براتون صحبت میکنه، تشخیص میده چه زبانیه و صحبت میکنه به همون زبون براتون. حالا حتی اگر ماشینتون خراب میشه استارت نمیزنه، موتورش سوخته، هر چی که میشه بلافاصله اون از طریق ماهواره که وصله نزدیکترین تعمیرگاه رو پیدا میکنه، خودش تماس میگیره میگه الان فلان تعمیرگاه فلان جا میاد کمکتون. Save your time, save your money. این برای دزدیه، اگه شب یه جا پارک بشه دزد بخواد بیاد ببینید چی ظاهر میکنه.
یه آدم گردن کلوف نقص اون تو پیدا میشه، دزده فکر میکنه واقعی، فرار رو به قرار ترجیح میده. البته بوق موق هم میزنه اگر اون جدی نگیره ها. مثلا برای آتش سوزی یه موقع اگر شما حواستون نباشه، شما که الان دیگه سیگار کسی نمیکشه البته تو ماشین، ولی اگه بکشه حواسش نباشه بیفته، فوری این اسمارک دتکتورش در حقیقت تشخیص میده و این آدم بعد $2000 البته جریمه بشه، چون سیگارش انداخت بیرون. تو آمریکا الان بود $2000 جریمهش میکردن. بله، ولی میگه که یعنی آتش سیگارتون همون جایی دود بکنه ماشینتون خراب نمیشه، نمیسوزه به دلیل اینکه حواستون نبوده. حتی اگر شیشه جای ترک خورده باشه، شکسته باشه، یه اتفاقی افتاده باشه، این تشخیص میده و بلافاصله قبل از اینکه شما حرکت کنید بهتون میگه این شیشه‌تون ترک خورده و نزدیکترین تعمیرگاه تعمیر شیشه هم فلان جاست.